شکر خدا حالا از هر چهارتاتون سر حال دارم. آقای شورش. بله. آقای شورش بسیار عالی پیش رفته. براش 30 جلسه نوشته بودیم پرتو درمانی بشه یه تومور مننژیوم گرید 2 آتیپیکال پشت چشم سمت راست. حالا الان معرکه موهاش ریخته. خیلی خوب. 40 حدود 40 دقیقه چشم راستم یه خورده قاطی میکنه واسه دیدن. من میگم نه بعد اون دوباره یعنی باش بد میبینی. ماسک فشار میاره بهه. فکر کنم ماسک است. به این چشم فشار میاره و این اثر ماسکه. وگرنه پرتو همچین اثری نداره که تا 40 دقیقه اذیتت کنه بعد خوب بشه. شکر خدا حالا دیگه سر حالم کامل. خدا رو شکر. خدا رو شکر. با زحمت شما البته. نه با خوبی خودت بوده. من میدونم که اومدن تهران سخته. میدونم که در تهران موندن هزینه داره. اینا رو متوجه هستم. واقعیه. آره. ولی اگه قرار باشه یک کاری خیلی خوب انجام بشه و یک آقای مارتی باشه که تو یک عمر ازش سود ببری، اینه که باید با ظرافت و دقت انجام بشه. و رادیوتراپی 5 روز در هفته است، نه 6 روز. ما اگه پنجشنبه هم درمان میکردیم آرزه درمان رو بیشتر میکردیم، در ضمن معلوم نبود سود بیشتری هم ببره، فقط اینکه زودتر بری خونه. ما برای مننژیوم آتیپیک و مننژیوم وقت داریم که در عکس بهتر بشه. پس تو میری زندگانی طبیعی میکنی. به همه توصیه میکنم، به تو هم توصیه میکنم که به خودت نرس اضافه تر و چاق نشو و 6 ماه دیگه با همین لبخند برگرد بیا. انشالله با امید خدا بزرگ. تو هیچ علائمی پیدا نمیکنی، سایت میزنی، در گوگل ما رو سرچ میکنی، با امید خدا پشتیبانی مریضا میاد، لطفاً پیامتو میزنی، خودم میخونم. با امید خدا به جواب که اومدم خیلی ناراحت بودم و نگران بودم، ولی شکر خدا حالا از هر چهارتاتون سر حال دارم. خدا رو شکر. ان شاء الله همیشه همینطور باشه. شما دیگه. ان شاء الله همیشه اینطور باشه.